8 دکامبر سال 2021 تخمینه ساعت 15:45 دقیقه راننده دوچرخه تمغه گلیم سیتی شریف سید خوجه قربانویش سال تولدش 1970 ساکن جماعت دیهات قمسنگر نویه جیهون هنگام حرکت از سمت مرکز نویه مذکور به سمت محله زیست خود در حدود دیهه ارزو از عهده اداره دوچرخه نبرآمده به قسمت راست راه برآمده به درخت برخورده است. در نتیجه راننده شریفوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که از سال 2018 تا سال 2021 مرد 38 ساله ساکن شهر ذکر گردیده در مغازه خوراکواریش با نام چار یاران واقع در کوچه فردوسی شهر وحدت به حیث کثیر کار و فعالیت کرده از حساب مبلغ‌های پولی 207,716 سامانی را از آن خود نموده به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.